سلام، مهدی خسروی هستم از زنبیل.com، مرکز آموزش مهارت‌های کار و زندگی و با قسمت دوم از دوره آموزشی PHP و MySQL در خدمت شما هستم. توی این قسمت می‌خوایم محیط برنامه‌نویسی خودمون رو، محیط توسعه خودمون رو آماده کنیم که انشالله از آخر این قسمت بریم و کدنویسی PHP خودمون رو شروع کنیم و اون رو یاد بگیریم. اول از همه واسه نوشتن کدهای PHP ما به یک محیط توسعه نیاز داریم و به اصطلاح به یک IDE نیاز داریم. IDE یا Integrated Development Environment که معنیش میشه محیط توسعه یک پارچه، جایی که ما میریم و کدهامون رو اونجا مینویسیم. در این دوره آموزشی من از IntelliJ IDEA 2016 استفاده میکنم. شما میتونید از هر محیط توسعه دیگه ای که با اون راحت تر هستید و دوستش دارید استفاده کنید. همینطور اگه یک چیز خیلی ساده تر و کم حجم تر میخواید میتونید از Notepad++ استفاده کنید. واسه نوشتن کدهای PHP ما به یک مرورگر یا براوزر هم نیاز داریم که هم کروم در دسترس شما هست، هم فایرفاکس که توی این دوره آموزشی من از فایرفاکس استفاده میکنم چون با اون بیشتر راحت هستم. بازم شما با هر مرورگری که راحت تر هستید کار کنید چون اصلا فرقی نمیکنه. فایرفاکس و کروم دوتاشون از بهترین مرورگرهای حال حاضر دنیای وب هستن. همینطور چون کدهای PHP سمت سرور هستن و باید یک سروری وجود داشته باشه که کدهای ما رو اجرا کنه، ما به یک سرور مجازی نیاز داریم که روی کامپیوتر خودمون اجرا بشه و کامپیوتر ما رو به یک محل اجرای کدهای PHP تبدیل بکنه. واسه این کار هم میتونید از زمپ استفاده کنید و هم میتونید از ومپ استفاده کنید. من اینجا از نرم افزار ومپ استفاده میکنم، ومپ سرور، که واسه دانلود اون میتونید توی گوگل عبارت دانلود ومپ رو سرچ کنید، دانلود ومپ، و از سایت رسمی ومپ رو با توجه به سیستم خودتون که 32 بیتی هست یا 64 بیتی از این قسمت دانلود 32 بیتی یا 64 بیتی دانلود کنید و استفاده بکنید. پس سه چیز واسه کدنویسی ما لازم هست. یکی IDE یا همون محیط توسعه که حرفه ایش همون IntelliJ IDEA هست و مبتدیش Notepad++، یک براوزر که من از فایرفاکس استفاده می کنم و یک نرم افزار یک کامپیوتر ما رو به یک سرور تبدیل کنه که کدهای PHP ما رو اجرا کنه و اون هم نرم افزار ومپ سرور رو من انتخاب میکنم. اگه میخواید راجع به این موضوع بیشتر بدونید به آدرس zanbil.com مراجعه کنید. در این آدرس یک دوره کوتاهی هست که به اسم راه اندازی محیط توسعه که توی این دوره من کاملا توضیح دادم که واسه نوشتن کدهای تحت وب ما باید چیکار کنیم و چه آیدی هایی وجود داره، چه کلا همه چی رو واسه مقدمات نوشتن یک برنامه تحت وب توضیح دادم که اونجا میتونید این دوره رو نگاه کنید و کلا همه اینها به دستتون بیاد. ولی اگه با مباحثی مثل ومپ سرور و فایرفاکس و محیط توسعه خودتون آشنایی دارید، این دوره زیاد به کار شما نمیاد. خب بریم با هم اولین فایل PHP خودمون رو بنویسیم و اون رو اجرا بکنیم. در IntelliJ IDEA من فولدر، اجازه بدید من درایو سی خودم رو باز بکنم. ببینید وقتی که شما ومپ سرور رو نصب بکنید در درایو سی شما در قسمت فولدر ومپ به وجود میاد که وارد این فولدر ومپ میشید و بعد وارد www میشید و هرچی که توی این هست رو پاک میکنید. این وقتی پاک کنید این فولدرها هم طبیعتا وجود ندارن و اینها فولدرهایی هستن که من خودم ساختم و بعد میاید با استفاده از IDE تون اون فولدر رو با استفاده از اوپن در IDE خودتون باز میکنید تا به محتویات اون دسترسی داشته باشید. میام توی ومپ و بعد www و از اینجا اوپن رو انتخاب میکنم و میبینید که این کار واسه من انجام میشه. خب میام چیکار میکنم؟ میام یک فولدر جدید میسازم که بتونم از طریق اون اولین فایل PHP خودم رو بنویسم. اسم فولدرم رو میذارم PHP
و میزنم، میبینید که اینجا هم فولدر PHP ساخته میشه چون این دوتا دقیقا یه جا هستن. توش یک فولدر میسازم به اسم صف1، اولین جلسه آموزشی ما، و بعد توی اون یک فایل میسازم به اسم، برای مثال first.chi. الان اینجا باید چی باید بنویسم؟ پسوند فایل های PHP خیلی رایج و مرسومه که .php باشه و من هر فایل PHP که بخوام اجرا کنم اول اسم فایلم رو می نویسم و بعد .php رو به آخر اون اضافه می کنم و بعد روی اوکی کلیک می کنم تا فایل PHP واسه من ساخته بشه. میتونم این کار رو از طریق اینجا هم انجام بدم. کلیک راست میکنم و نیو یک تکست فایل میسازم و می نویسم second.php. و اگه این قسمت پسوند واسه شما نمایش داده نمیشه، به قسمت ویو برید، به آپشن ویو و از قسمت این تیک هایی که اینجا هست hide extensions for noun file types رو تیکش هست. اگه تیکش باشه به ما نمایش نمیده پسوند فایل ها رو، ولی اگه تیکش رو برداریم پسوند فایل ها واسه ما به نمایش در میاد. پس میتونیم هم از اینجا یک فایل بسازیم، هم یک نیو PHP فایل بسازیم که خودش پسوندش رو واسه ما تعیین میکنه. به این صورت خودش .php رو با آخرش اضافه میکنه و همینطور از اینجا یک فایل جدید PHP بسازیم. خب واسه نوشتن کدهای PHP ما باید تگ PHP رو باز کنیم. تگ PHP هم به این صورت باز میشه: یک علامت کوچکتر، یک علامت سوال PHP و بعد تگ رو اگه بخوایم ببندیم یک علامت سوال و یک علامت بزرگتر. الان ما تگ PHP نوشتیم و در بین این باید کدهای PHP خودمون رو وارد کنیم. پس اینجا ما میتونیم هر چی کد PHP داریم وارد کنیم و اونها رو بنویسیم. همونطور که شما تگ HTML رو در HTML اینجوری باز و بسته میکردین، در PHP هم میتونید این کار رو بکنید و از این کد استفاده کنید که کدهای PHP تون رو بین این دو تگ بنویسید. اگه اینجا بنویسید کد شما دیگه PHP حساب نمیشه. کدهای PHP وقتی PHP حساب میشن که در بین کدهای بین دو تگ باز و بسته PHP باشن. خب حالا اگه بخوایم یک روش دیگه هم استفاده کنیم، میتونیم این PHP رو ننویسیم، باز هم میتونیم اینجا کدهای PHP خودمون رو وارد کنیم، ولی این روش زیاد پیشنهاد نمیشه و یک سری تنظیمات داره که باید اون رو انجام بدید. بهتون پیشنهاد میکنم که از همین PHP، از این سینتکس، از این ساختار نوشتاری استفاده کنید و کدهای PHP خودتون رو بین این دو کد بنویسید. میخوایم با هم کامنت ها رو در HTML در PHP کار کنیم. کامنت ها قسمت هایی از کد هستن که در وسط پروسسور PHP شناسایی نمیشن و اجرا نمیشن. اگه بخوایم یک توضیحی راجع به کدمون بدیم یا یک قسمتی از کدمون رو غیر فعال کنیم که کار نکنه، باید از کامنت ها استفاده کنیم. کامنت ها در PHP به صورت دو تا اسلش نوشته میشن و میبینید که اینتلیجی آیدیا واسه من کامنت رو خودکار به صورت یک متن توسی در میاره. پس this is a comment. پس این یک کامنت در PHP هست. کامنت تک خطی به این میگن و اگه بخواید چند خط کامنت داشته باشید با استفاده از اسلش ستاره کامنت شما شروع میشه و هر چقدر که میخواید می نویسید کدتون رو، هر کامنتی که بخواید می نویسید و نهایتا اون رو با استفاده از دوباره ستاره و اسلش کامنتتون رو تموم می کنید. پس این یک کامنت تک خطی هست در PHP و این یک کامنت چند خطی هست. This is multi line comment and this is single لاین کامنت. پس واسه استفاده از کامنت ها هم میتونید این روش رو یا این روش رو اگه کامنت شما یک خطی هست، یا این روش رو اگه کامنت شما چند خطی هست رو به کار ببرید. کاربرد کامنت ها هم این هست که کد شما رو یا توضیحی میدن واسه اون قسمت از کد شما، یا اینکه اگه بخواید یک قسمت از کد اجرا نشه و کدتون رو تست کنید، از کامنت ها استفاده میکنید که در خلال این آموزش بیشتر با کامنت ها اجرا میشید، آشنا میشید. خب قسمت اول تموم شد. در قسمت بعدی با من همراه باشید تا در مورد متغیرها و چاپ متغیرها و انواع داده ها در PHP با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.